شایعاتی از قبیل یک عکس در تل‌آویو و اکانت بازی فورتنایت پخش شده که خبر از زنده بودن جفری آپستین داره. به نظرم با هم آشنا بشیم با جفری آپستین. اصلاً کی بوده این جفری؟ با من همراه باشید. متولد سال 1953 هستش. دهه 70 میلادی معلم ریاضی مدرسه خصوصی دالتون شد. از اونجا با ارتباط با خانواده‌های با نفوذ نیویورک به یه بانک بزرگ وال استریت رفت و خیلی زود تبدیل به مشاور مشتری‌های ثروتمند شد. اون تو سال 1981 مؤسسه خودش رو برای محدودی از ابرثروتمندان راه انداخت. جهش اصلی او اوایل دهه 90 از ارتباط با مالک ویکتوریا سیکرت اتفاق افتاد. لزلی اختیار مالی گسترده‌ای به او داد و عمارت منهتن هم در اختیارش گذاشت. او به مشاوره پشت پرده میلیاردرها با منبع ثروتی نامحدود مشهور شد. از اواخر دهه 90 ویلای پالم بیچ، عمارت منهتن، مزرعه نیومکزیکو و جزیره لیتل سن جیمز به مراکز رفت و آمد اطرافیان جفری تبدیل شد. کم کم جذب قربانی‌ها هدفمند شد و اغلب با معرفی زنجیره‌ای و وعده پول یا کمک تحصیلی انجام می‌گرفت. خیلی از اهداف زیر سن قانونی بودن. ارتباط هم اول در پوشش خدماتی مثل ماساژ شروع می‌شد و به مسائل جنسی می‌رسید. برای معرفی افراد جدید هم پاداش قرار داده بودند. اما در تمام این ماجرا یک نفر نقش محوری داشت. گیسلین مکسول، شریک زندگی جفری. اون تو محیط‌های امن و اشرافی سر صحبت رو باز می‌کرد تا فضا رو بی خطر نشون بده و رفت آمدها رو آسون می‌کرد تا اعتماد اولیه شکل بگیره و پس از اون پیشنهاد ماساژ در اتاقی که قبلا آماده شده بود رو میداد. با جا افتادن سازوکار جذب، جفری شبکه‌ای از مهمانی‌های خصوصی، سفرهای محرمانه و رفت و آمدهای کنترل شده ساخت. بوئینگ 727 او لولیتا اکسپرس لقب گرفت. به مرور چهره‌های با نفوذ بیشتری وارد این حلقه شدند. از بیل کلینتون تا ترامپ که دهه 90 در مدار اجتماعی جفری بود. سال 2002 دونالد ترامپ در مورد جفری میگه آدم خیلی بامزه‌ای هست که زنان زیبا رو دوست داره. البته بعضیاشون کم سن‌ترن. البته طبق اسنادی که تازه منتشر شده، ترامپ تا زمان ریاست جمهوری با جفری در ارتباط بوده و نام او 38,000 مرتبه در اسناد منتشر شده اومده. اما ماجرا کجا لو رفت؟ از سال 2005 تا 2007 پلیس پالم بیچ و FBI ده‌ها گزارش درباره سوءاستفاده از دختران کم‌سن در عمارت جفری جمع کرد و تا بهار 2007 پیش‌نویس کیفرخواست فدرال در 53 صفحه آماده شد. اما پاییز همان سال ورق برگشت. دادستانی فلوریدا زیر نظر الکس آکوستا مسیر مذاکره را انتخاب کرد و توافق عدم تعقیب را بست. این توافق به گرد فدرال متوقف و جفری به 2 اتهام سبکتر اعتراف کرد. نتیجه این اعتراف فقط 13 ماه حبس با خروج روزانه برای کار و ثبت به عنوان بزهکار جنسی بود.